اگه به سردردهای عصبی و میگرنی دچار شدین هرگز پیش پزشک نرین. این لکیه، اونو فقط میخوان جیب خودشونو پر کنن. شما یه عنبرنسا رو دود کنین، قشنگ کام بگیرین، کل سر و ریه و همه جا قشنگ استریل میشه. بعدم سردرد عصبی یعنی چی؟ شما چش خوردی عزیزم. بس که خوشگلی، خوشقد و بالایی، موفقی، از همسایه بالایی و جاری خواهرتو اون همکارت همه حسودن عزیزم، فقط میخوان تو رو چش بزنن. شما یه 2 تا تخم مرغ برای خودت بشکن همچون محکم، بعد یه سری هم به فالگیر بزن، برای چند تا دعا بنویسه، دود کنه برات، آتیش بزنه و بریزه تو آب، همه سردردات خوب میشه. اصلا فکر نکنی که ممکن منشأ بیماری داشته باشه، نه، این همش علکیه. شما این کاری که من میگم بکن، بعد چنان سرتو محکم ببند، خب قشنگ این قسمت ها بشکنه.